سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 20 دکبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبری مهم روز در این برنامه. اسلو تیوی کانال محمد اقبال صدرالدین در یوتیوب بسته شد. این نامردان را در هر کجای دیدید برایشان توف کنید. ایشان اعظم را از روسیه به تاجیکستان دپورتاسیون کردند. جسد گلبدین زیوبکوف را برای تشخیص دوباره از گور بیرون آوردند. مراجعت نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان به رستم امامعلی. بازداشت دو زن برای فروختن بلیت حربی، نرخ یک بلیت 10,000 سومونی بوده است. دو صدمه مرگاور در پایتخت و ناحیه واسه. بنیامین عبداللهیف از مسکو به دوشنبه آمده و گم شد. برای یافتنش کمک کنید. و اکنون تفصیلات خبرها. اسلو تیوی یکی از پرتماشابین‌ترین کانال‌های مربوط به اپوزیسیون تاجیک در شبکه‌های یوتیوب روز 20 دکبر بسته شده است. خود محمد اقبال صدرالدین مؤسس اسلو تیوی این خبر را شرح نداده است، ولی از ده تیوی خبر داد که اسلو تیوی به دلیل شکایت‌های زیاد و ویران کردن قاعده‌های یوتیوب بسته شده است که یکی از منبرهای عمده مخالفین به شما رفته به شکل صحبت‌های مستقیم با مردم برنامه پخش می‌کرد و با یک لعن شدید از حکومت کنونی تاجیکستان انتقاد میکرد. قبلا از بسته شدنش بیش از 150,000 آبونچی داشته، ویدیوهایش را حدود 95 میلیون مرتبه تماشا کرده بودند. محمد اقبال صدرالدین یکی از مخالفان سرسخت حکومت تاجیکستان که در فرانسه به سر میبرد، در یوتیوب یک کانال دیگر با نام اسلو پلوس و همچنین سامانه اسلو نت را میچرخاند. صحبت‌های مستقیم این رهبر مخالفین همچنین توسط شبکه‌های اجتماعی و اساساً از طریق فیسبوک نیز مستقیم پخش می‌شوند، ولی صحیفه محمد اقبال صدرالدین در فیسبوک هنوز فعال باقی مانده است. همچنین در سایه افزایش تماشابین‌های اسلو تیوی بر پایه ویدیوهای این کانال در یوتیوب چند کانال دیگر به مثل خلاصه تیوی، افق تیوی و غیره پیدا شدند که اساساً از حساب بازنشر پاره‌های از صحبت‌های مستقیم محمد اقبال صدرالدین در کانال اسلو تیوی تماشابین جمع می‌آوردند. منابع نزدیک به حکومت کنونی تاجیکستان نیز اسلو تیوی را موفق‌ترین طرح مطبوعات اپوزیسیون کنونی در خارج اعتراف می‌کنند و می‌گفتند در دوشنبه خیلی نگران تاثیر آن به ذهن مردم، بخصوص به ذهن مهاجران تاجیک در روسیه و کشورهای دیگر میباشند. همچنین توسط اسلو تیوی هر هفته با تکیه به منابع این شبکه در داخل حکومت سیل کمپرامت‌ها درباره منصبداران بلندپایه حکومت کنونی تاجیکستان و افراد نزدیک به این حکومت نشر میشد که نیز مویه تشویش‌های جدی در دوشنبه شده بود. مقامات او را به پنهان کردن تهمت و بهتان درباره اعضای کلیدی حکومت و خویش و تبار پرزیدنت امامعلی رحمان ایبدار میکنند. محمد اقبال صدرالدین قبلا چند بار گفته بود که مقامات تاجیکستان توسط افراد خود از اونگارد و فابریکه جواب تلاش دارند که سیل شکایت‌ها را به شبکه‌های اجتماعی روانه کرده کانال‌های او را ببندند. قبلا نیز بر اساس سیل شکایت‌ها صحیفه او را در فیسبوک بسته بودند. یک منبع آگاه پایگاه خبری بامداد خبر داد که مقامات امنیتی روسیه شهروندی ایشان اعظم، یک شخصیت معروف در جمعیت تاجیکان نوسیبیرسک را بیکار کرده او را روز 18 دکبر از روسیه دپورتاسیون کردند و ایشان اعظم را برابر به تاجیکستان رسیدنش مقامات حفظ حقوق پیش باز گرفتند. ایشان اعظم را روز 18 دکبر ساعت 13:03 از فرودگاه نوسیبیرسک با پرواز نوسیبیرسک بختر دپورتاسیون کردند. ایشان اعظم را افسران فسب که نقاب در سر داشتند به هواپیمای راهی تاجیکستان بار کردند تا درون هواپیما او را زولانه در دستانش بردند. همراه ایشان اعظم یک زنش همراه فرزندانش نیز به تاجیکستان برگشت. خبر داد منبع بامداد از نوسیبیرسک. نفرانی که روز 18 دکبر با پرواز نوسیبیرسک بختر به وطن برگشتند خبر دادند که ایشان اعظم را در فرودگاه بختر کارمندان مقامات حفظ حقوق پیش باز گرفتند و با خود بردند. معلوم نیست که او را به حبس گرفتند و یا تنها برای بازپرسی بردند. این مرد تاجیک هم روحانی و هم کورچلان که زاده ایسار است در نوسیبیرسک اساساً به فرستادن آدمان به سفر حج مشغول بود، ولی 2 سال آخر به دلیل پاندمی کرونا ویروس سفر زایران به مکه و مدینه عملاً قطع شده بود. با گفته منبع بامداد تقریباً 1 ماه پیش ایشان اعظم را کارمندان فسب دستگیر کردند
معلوم نیست که او به کدام قانون شکنی در خود روسیه عیبدار میشد و یا با درخواست مقامات تاجیکستان بازداشت شد، ولی در هر صورت پروندهش تا به دادگاه نکشید، بلکه شهروندیش را بیکار و خودش را به تاجیکستان اخراج کردند. مهاجران تاجیک مقیم نوسیبیرسک میگویند در این اواخر موردهای بیکار کردن شهروندی زادگان تاجیکستان و به کشور زادگاهشان فرستادن آنها خیلی افزوده است. تنها از میدانستگی‌های من در نوسیبیرسک 3 نفر را به تاجیکستان روان کردند. در عموم سخن درباره 10 نفر می رود که شناسنامه‌های روسیه‌شان را کشیده گرفتند و خودشان را به تاجیکستان استرداد کردند، گفت یک همصحبت بامداد. جسد گلبدین زیوبکوف ساکن 29 ساله دیای تفدیم نویه روشقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان را که مرگ شبهه برانگیز او بعد بازداشتش در صحنه 25 نوامبر باعث اعتراضهای چند روزه در شهر خوروغ شد، برای تشخیص دوباره از گور بیرون آوردند. انتظار زیوبکوف برادر گلبدین زیوبکوف به رادیوی آزادی گفت جسد گلبدین را روز 11 دکامبر در حضور نماینده جامعه شهروندی از گور بیرون آوردند. او گفت به خاطر تفتیش عادلانه پرونده به بیرون کردن جسد رضایت دادند. پیوندانش به رادیوی آزادی نقل کردند که کارشناس سود طبی برایشان گفت احتمال در جسد 2 تیر باقی مانده است و آن را برای سنجش باید بیرون آورند. به گفته انتظار زیوبکوف در این تشخیص معلوم شده است 1 تیر در کمر او زده شده است و از دلش بیرون شده است. آنها چی یافتند و به چه نتیجه رسیدند حالا تا آخر تفتیش باید انتظار شویم. هنگام بیرون کردن جسد نمایندگان جامعه شهروندی امروی آنها بود، گفت او. یادآور میشویم گلبدین زیوبکوف را روز 25 نوامبر در تقدیم دستگیر کرده به خوروغ بردند. این ساکن تقدیم به گروگان گرفتن یادمچی پروکورور نویه روشقلعه عبدالستار ابیرزاده عیبدار میشد. بعدا گفته شد که گویا در راه بر اثر زخم‌های هنگام بازداشت برداشته‌اش جان باخت. مقامات گفتند که زیوبکوف هنگام بازداشت مقاومت مسلحانه نشان داد و به این دلیل به ضد او از سلاح استفاده بردند، اما ساکنان تقدیم میگویند که زیوبکوف آن روز سلاح نداشت و ساکنان تحت فشار مقامات از ترس امضا کردند که او گویا با تپانچه مسلح بود. در هر صورت یک گروه ساکنان بدخشان روز 25 نوامبر جسد کفنپیچ و خونالود گلبدین زیوبکوف در کوچه‌های خوروغ راهپیمایی کرده سپس با طلب به جوابگری کشیدن نفران گناهکار در مرگ او در میدان اسماعیل سامانی در روبروی بنای حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان گرد هم آمدند. این اعتراضات در خوروغ 4 روز دوام کرد و تنها بعد وعده مقامات برای تحقیق مشترک پرونده مرگ زیوبکوف مردم خانه به خانه پراکنده شد. برای تفتیش مرگ این ساکن تقدیم یک گروه مخصوص عبارت از 20 کارمند مقامات تفتیشاتی و 6 نماینده جامعه شهروندی خوروغ تشکیل شده است. نمایندگان جامعه شهروندی از رفت تفتیش پرونده زیوبکوف و اجرای دیگر طلب‌های اعتراضگران ناراضگی میکنند و میگویند از جمله تا حال در خوروغ و اطراف آن علاقه موبیلی و اینترنت پورا برقرار کرده نشده است. اخیراً خورسند محمدشایف یک عضو کمیسیون 44 که اعتراضگران خوروغ برای مذاکرات با مقامات و نظارت جریان اجرای طلب‌هایشان انتخاب کردند گفت نمایندگان جامعه شهروندی به نشان اعتراض از ادامه همکاری در کمیسیون تحقیق مرگ گلبدین زیوبکوف موقتا دست میکشند. اما خوجمری پیرمحمدوف مسئول دفتر مطبوعات جامعه شهروندی گفت آنها آماده همکاری هستند تا واقعیت روشن شود. پیرمحمدوف از آن اظهار نگرانی کرد که مقامات در اجرای طلب‌های اعتراضگران از جمله برقرار کردن علاقه موبیلی و اینترنت سهلنگاری نشان میدهند و به تحقیق مرگ زیوبکوف نیز جدی مناسبت نکرده ایستادند. جامعه شهروندی بدخشان همچنین میخواهد از مقامات روشن کند که چرا در جریان اعتراضهای روزهای 25 و 28 نوامبر از سلاح استفاده شده است. در آن روزها در عموم 3 نفر به هلاکت رسیده، 16 نفر از ساکنان و 12 کارمند مقامات زخمی شدند. چرا از گاز اشک‌آور، اشک دست و یا از امکانات دیگر استفاده نشده از سلاح استفاده کرده شد؟ ما در گردهمایی‌های دیگر کشورها در شبکه‌های تلویزیونی می‌بینیم که جانب تظاهرگران چنین مناسبت نمی‌شود، گفته است یکی از فعالان جامعه شهروندی بدخشان به آزادی. مقامات میلیس دوشنبه 3 نفر را که روز 19 دکامبر در مرکز پایتخت تاجیکستان به 2 دختر 15 ساله از جمله به ممتاز دختر ژورنالیست شناخته شهنازه کاملزاده و عبیره استاد مومن قنوات در افتادند دستگیر کرده است.
شاهنوزه کوملزاده در صحیفه‌اش در فیسبوک به همه مراجعت کرده است که دوستان اگر این نومردان را در هر جای دیدید بر رویشان توف کنید. بنا به نقل شاهنوزه روز 19 دکامبر ساعت تقریبا 15 در مرکز شهر 3 نفر به 2 دختر نابالغ از جمله به دختر او دست درازی کرده آنها را دشنام و کوب کردند. به اعضای بدن دخترم دست میرساند. دخترم کوشش میکند دستان این حیوان را از بدنش دور کند. بعد تلفنش را از دستش زده میگیرد و دشنام میکند. دخترم کوشش میکند تلفنش را از دست او بگیرد. در همین میان 2 مرد دیگر دوستان این ابله سمکه دخترم را از دستش کشیده میگیرند و تحقیر کردن میگیرند. دوگانه دخترم هم تلاش میکند چیزهایشان را از دست پسرها بگیرند، اما آنها همین طور دخترها را از پیش پلیکلینیک یک حدود 500 متر تحقیر و دشنام کرده میآورند. نوشته شاهنوزه کوملزاده دخترکان ناچار برای گرفتن سمکه و تلفن‌هایشان به آنها حمله میکنند، ولی آن 3 نامرد دوگانه دختر شاهنوزه را به زمین افکنده با شتاب به سر و روی و شکمش میزنند. تلفن دختر شاهنوزه را هم به زمین پرتافته میشکنند. شاهنوزه مینویسد رهگذران همین حالت را دیده آرام گذشته میروند و حتی دخترها را طعنه و ملامت میکنند که در خانه هاتون شینین چی کار میکند؟ ما از طالبان گله داریم. باز شاهنوزه کوملزاده آن 3 نامرد را حرامزاده نامیده برایشان لعنت خدا فرستاده است و نوشته است که حالت روانی دخترها بسیار بد است، چون که ضربه های شدید هم روانی و هم جسمانی گرفتند. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان از کمیسیه 44 که اعتراضگران شهر خورخ برای مذاکرات با مقامات و نظارت جریان اجرای طلبهایشان انتخاب کردند، شام 19 دکامبر به رئیس مجلس ملی تاجیکستان رستم امامعلی مراجعت کردند. متن مراجعتنامه را عضو کمیسیه 44 فراموز ارگاشوف قرائت کرد. در مراجعتنامه چنین آمده است: محترم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رستم امامعلی، ما ساکنان شهر خورخ و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان از صحنه‌های 25 تا 28 نوامبر سال 2021 باعث بلند مسئولیت شهروندی با طلبات‌های نمایندگان رسمی حکومت جمهوری تاجیکستان و مردم جمع آمده در میدان اسماعیل سامانی شهر خورخ با مقصد به اعتدال آوردن وضعیت سیاسی و صلح و ثبات در شهر خورخ علاقمند با قضیه صحنه 25 نوامبر سال 2021 در دهه تفدیم ناحیه روشقله جان و سلامتی خود را در خطر گذاشته به محاکمه و بررسی طلبات‌های مردم و حکومت کار را شروع نمودیم. مقصد مراجعت ما به عنوان شما وابسته به وضع سیاسی اجتماعی در ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. حالت کار چنین است که وضعیت در شهر خورخ از صحنه 25 نوامبر سال 2021 بعد از گذراندن عملیات اپراتیوی جستجویی در دهه تفدیم ناحیه روشقله در نتیجه آن شهروند زیوبیکوف گلبدین به قتل رسانیده شد. 2 نفر دیگر زخمی شدند و مردم به طور استخیوی وابسته به این کار در زمینه هیجان در میدان اسماعیل سامانی شهر خورخ جمع شدند. در تظاهرات 17 نفر در نزد مقدسات ملت پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان از یک طرف، نشان دولتی جمهوری تاجیکستان از طرف دیگر و مجسمه اساسگذار دولت تاجیکان اسماعیل سامانی از تیر یراق آتشفشان کارمندان مقامات قدرتی زخمی شدند که 2 نفر از آنها به هلاکت رسیدند. عین زمان فقط مسئله جوابگری برای لطوکوب کارمندان مقامات قدرتی باقی مانده شده است و درباره 2 نفر کشته شده و 15 نفر شهروندان از تیر زخمی شده سخن نیست. با پرونده جنایتی عاید به قتل رسانده شدن شهروند زیوبیکوف گلبدین و دیگر شهروندان تفتیشات رفته ایستاده است. خلق تحمل پذیر بدخشان تمام مشکل ها را با سر بلند می گذراند و حکومت را همه‌طرفه جانبداری نموده ایستاده است و به حال امکانیت های موجوده حکومت جمهوری تاجیکستان در آمده است. از آن جمله گرانترین نرخ محصولات خوراکواری
و بازار در عموم در ولایت مختار کوهستان بدخشان گرانترین نرخ برق، مواد سوزشواری، بلندترین سطح بیکاری، ویرانترین راهها نسبت به دیگر مناطق وطنمان عرض وجود دارد. اما روی راست و بی اساس مردم آسایشته را پراندن از طرف مقامات قدرتی با هر حقوق ویرانکنی نچندان وزنین داغدار سودی نمودن جوانان، بدنام و سیاه نمودن مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان در عموم از شبکه‌های دولتی و وسایط اخبار عامه، فشارآوری به کارمندان ساحه معارف، تندرستی، صاحبکاران و دیگر طبقه‌های جامعه در عموم از همه چهارچوب طاقت پذیری و تحمل پذیری گذرانیده و برآورده شده است. صلح و وحدت، تنجی و امانی جامعه و دولت، متحدی ملت تاجیک، یکپارچگی وطن عزیزمان تاجیکستان که این ارزش‌های بی‌بها را اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، سرور وطنمان محترم امام علی رحمان با فداکاری‌ها و جانبازی‌ها برای ملت آورد، امروزها در شهر خاروق و ولایت مختار کوهستان بدخشان در عموم ارزش‌های ذکر گردیده زیر خطر هستند که این می‌تواند آرامی و صلح و ثبات را در مقیاس تمام تاجیکستان عزیزمان خللدار نماید. بنابر چنین حالت کار، ما خلق صلح پرور بدخشان طرفداران سیاست صلح جهانی سرور کشورمان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با یک امید به شما مراجعت می نماییم که مسئله وضعیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان و حمایه صلح و ثبات در اجلاسه نوبتی مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مورد بررسی و محاکمه قرار دهید. تمام دانش و مهارت خود را به کار برده وضعیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان و زیر نظارت قطعی خودشان قرار داده به ما کمک عملی خود را رسانید. تشکر به دقتتان. агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 20 декабр аз боздошти кормандони комиссарияти ҳарбии вилояти суғд мавзуна абдуллоева ва шарики ӯ зарина ғафурова бо иттиҳоми қаллобӣ бо истифода аз мансаб ва кӯшиши ғайриқонунӣ фурӯхтани билети ҳарбӣ хабар дод. маркази матбуоти агентӣ гуфт шаҳрванд А ба ин ниҳод бо ариза муроҷиат карда хостааст то нисбат ба кормандони комиссарияти ҳарбии вилояти суғд бо номи абдуллоева мавзуна наимовна чораҳои қонунӣ андешида шавад, зеро номбурда оиди омода карда додани билети ҳарбии корношоямӣ аз ӯ маблағи 10 000 сомонӣ талаб карда аз ин маблағ 4 000 сомониашро гирифта боқимонда 6 000 сомонии дигарро талаб карда истодааст. дар натиҷа зимни гузаронидани чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ аз тарафи кормандони агентӣ абдуллоева мавзуна наимовна баъди аз шаҳрванд А гирифтани маблағи 6 000 сомонӣ пора боздошт карда шуда маблағи мазкур ҳамчун далели шаҳид дарёфт карда гирифта шуд. гуфта мешавад дар иттилоияи маркази матбуоти агентӣ дар ҷараёни амалҳои тафтишотӣ муайян карда шудааст ки ба ин қазия аз ҷониби мавзуна абдуллоева талаб карда гирифтани 10 000 сомонӣ пора инчунин шаҳрванд ғафурова зарина ибрагимовна низ алоқамандӣ дошта бино ба иттилои агентӣ номбурдагон маблағи тасарруфкардаро ба манфиати шахсияшон сарф намуданд. дар ин робита нисбат ба абдуллоева мавзуна ва ғафурова зарина бар асоси моддаи 247 қисми 2 бандҳои Б, В, Г кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иттиҳоми қаллобӣ бо истифода аз мақоми хидматӣ ки боиси расонидани зарари ҷиддӣ ба шаҳрванд шудааст парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтиши пешакии он идома дорад. ба онҳо бар асоси ин банди қонун ҳамчун ҷазо ҷарима ба маблағи аз 365 то 912 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва ё аз 2 то 5 соли зиндон таҳдид мекунад. назари худи абдуллоева ва ғафурова ва ё адвокату наздикони онҳо ҳанӯз дастрас нашудааст. фурӯши билетҳои ҳарбӣ дар баробари дигар роҳҳои халосӣ ҷустан аз хидмати ҳарбӣ яке аз арсаҳои аз ҳама фасодзада дар Тоҷикистон боқӣ мемонад. ҳар сол ҳазорон нафар аз ҷавонони синну соли хидматӣ барои раҳоӣ аз хидмати ҳарбии ҳатмии дусола кӯшиш мекунанд ки ба кормандони комиссариятҳои ҳарбӣ ва афсарони қисмҳои низомӣ пул дода соҳиби билети ҳарбӣ шаванд ва бо ҳамин аз ҷабру аз тарси аблава хало шаванд. вале мавридҳоям буд ки ҷавонони билети ҳарбӣ харидаро низ ба қалбакӣ будани ин санадҳояшон айбдор карда боз ҳам ба артиш фиристода буданд.
در سال 2021 در تاجیکستان به قانون درباره عهده‌داری‌های حربی و قانون درباره خدمت الترناتیوی تغییرات وارد کرده شد که بر اساس آن شهروندان می‌توانند خود را قانونا از خدمت 2 ساله ارتش خلاص کرده با پرداخت یک مبلغ معین همگی 1 ماه خدمت کنند. حکومت تاجیکستان مبلغ خلاصی از خدمت حربی را به اندازه 420 نشان دهنده برای حساب‌ها معین کرده است که در سال 2021 25200 سامانی را تشکیل میداد. سال آینده به سبب بالا رفتن حجم نشان دهنده برای حساب‌ها مبلغ خلاصی از ارتش نزدیک 27000 سامانی یا دقیق ترش 26878 سامانی و 32 درم را تشکیل خواهد داد. ولی با وجود فراهم آوردن چنین امکانات خلاصی قانونی از خدمت حربی، بسیاری ها همچنان تلاش دارند که با دادن پوره خود را از خدمت خلاص کنند. رحمت وزولی این اعلان را در فیسبوک نشر کرد و از همه خواست که آن را تعجیلا و حدالامکان بیشتر باز نشر کنند. عبدالله بنیامین پروینویچ سال تولدش 2001. بنیامین به کسی چیزی نگفته روز 2 دکبر سال 2021 ساعت 02:00 دقیقه شب از مسکو به دوشنبه پرواز کرده است و بعد آمدنش با کسی از خویشاوندانش که در روسیه زندگی میکنند تماس نگرفته است. بار آخرین روز 3 دکبر سال 2021 ویدیو کامراهای نظارتی او را در فروشگاه مرکزی تسوم ثبت کردند. بعد این کسی او را ندیده است. تلفن وی را از شخصان ناشناس پیدا کردند ولی معلوم شد که وی خودش تلفنش را به آنها فروخته است. تلفن برای تماس 900 00 91 20 880 88 24 27. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر کنه‌بادام با عریضه زن 57 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 15 دکبر سال 2021 تخمین ساعت 2:00 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد خانه استقامتی شده از آنجا $10,000 امریکایی، 28000 روبل روسی، 25000 سامانی و جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرری رسانیده شده 196580 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 30 ساله ساکن همانجا همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به این حادثه پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه اسماعیل سامانی با عریضه زن 36 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که 8 نوامبر سال 2021 در بازار مهربان پایتخت زن 32 ساله ساکن ناحیه ورزا با راه فریب و باوریش درآمده از او 57000 سامانی را گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه آن را برمیگرداند، اما تا حال مبلغ‌های گرفته‌اش را برنگردانیده است. اوید به حالت مذکور تفتیشات ادامه دارد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که صبح و شب 18 دکبر بر اثر 2 صدمه نقلیاتی در ناحیه واسه و در پایتخت شهر دوشنبه 2 نفر راننده 39 ساله و مسافر 30 ساله به هلاکت رسیده. 2 نفر دیگر از جمله یک جوانزن 30 ساله و یک جوان 31 ساله جراحت برداشتند. از جمله صبح 18 دکبر سال 2021 تخمین ساعت 3:50 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا حسنوف سفرخوجه سال تولدش 1982 ساکن ناحیه همدانی هنگام حرکت در حدود پایتخت از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به ماشین تمغه اوپل ویکترا تحت اداره حبیب‌الله عثمان سال تولدش 1998 ساکن شهر دوشنبه برخورده است. در نتیجه راننده ماشین تمغه اوپل استرا حسنوف به هلاکت رسیده. مسافرانش رحمت الله و اکاترینا روسلانونا سال تولدش 1991 و سوروبزاده نایب سوراب سال تولدش 1990 ساکنان پایتخت جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. همین طور 18 دکبر سال 2021 تخمین ساعت 21:30 دقیقه راننده ماشین تمغه تویوتا کمری باباخانوف خسرو عبیدویچ سال تولدش 1994 ساکن ناحیه واسه هنگام حرکت در حدود ناحیه واسه از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به در اختطوط کنار چپ رو برخورده است.
در نتیجه مسافر داخل автомашина اسفندیار نعمت شمس‌الدین زاده سال تولدش 1991 ساکن امین نویه جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه ها راههای خطرناک به شمار می روند. در عموم هر سال بر اثر صدمه ها در راههای جمهوری 100 نفر هلاک یا مجروح می شوند. سال 2020 بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان 375 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 نفر معیوب شدند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.